سلام دوستان عزیز، بچه حالتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل من. بچه امروز اومدم که آموزش بینهایت کردن مجیک رو در گادآوار 2 بهتون یاد بدم و آموزش بدم. خب بریم با هم دیگه این آموزش رو، این حرکت رو بهتون یاد بدم. خب اول شما باید بیاید این قسمت از بازی و من اینو بزنم. خب اینو من بزنم یه لحظه دوستان. خب ببینید شما باید بیاید این قسمت از بازی الان شما دوستان با این حرکت دیگه مجیکتون بی‌نهایت میشه. الان من بهتون آموزش رو بهتون میدم. اینجا رو بزنم یه لحظه بره. خب بچه برای اینکه شما بتونید بیاید و مجیکتون رو بی‌نهایت کنید، اول باید بیاید این قسمت خب وقتی که اینجا رسیدید، الان این تایتان حرف زد دوره سری برگردید، یه تا تهش نرید. بچه وقتی که برگشتید دوره بیایید اینجا باید بیاید توی این قسمت بیاید و اینجا یه تاپ بخورید، دوباره برگردید. شما با این کارتون یه باگی رو ایجاد میکنید که باعث میشه این باگ تصویر جابجا بشه و همین باعث میشه که شما مجیکتون بی‌نهایت بشه به همین راحتی. این راحت ترین، حالا 2 تا روشه که من یه روش رو بهتون گفتم. اون یکی روش یه ذره سخت تره، ولی با اون روش هم شدنی هستش، ولی خب یه ذره سخت تره اون روش. که وقتی که توی مرحله میرید کله مدوسا رو میشکنید، اونجا باید برید. خب اینجا هم شما باید بیاید وقتی که این چیه رو میندازید، این پوله رو باید بیاید این
تیرکمون رو از داخل چشم این در بیارید. بعدش دیگه اونجا شما مجیکتون بی‌نهایت، کاملا بی‌نهایت میشه. خب R1 رو بزنیم. خب الان اینجا باک خوردش دوره، من نمیدونم، یه لحظه باک خوردش گوشیم. خب الان این تیرکمون رو ما گرفتیم. دو تا تیر بهش بزنیم که ول کنه. بچه اینجا دیگه ما مجیکمون بی‌نهایت شد، همینطوری که میبینید دیگه مجیکمون بی‌نهایت بدون هیچ کد تقلبی هم مجیکمون بی‌نهایت شد. خب الان اونورم بریم بهتون نشون میدم که مجیکمون کاملا بی‌نهایت شده. نگاه کنید دوستان، همینطور که میبینید مجیکمون کاملا دیگه بی‌نهایت شد. خب بچه ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم ممنون میشم برای دوستانتون نشر کنید و بفرستید. دیگه مجیک بی‌نهایت شده و دیگه هر چقدر خواستید میتونید از این مجیک بی‌نهایت استفاده کنید. بعد دیگه همین دیگه اینم خوش کنیم، تموم دیگه.